خیلی خوش اومدید به قسمت اول سری هاردکور آرل کرافت. بچه این آرل کرافت برای بدراکه، البته که این سری کامپیوتره ولی این اصلا آرل کرافت نیست، یعنی که یه دونه چیزه اسم دی ال کرافت شبیه آرل کرافت. حالا شما فکر کنید که این سری هاردکور آرل کرافت ما هستش و این که آره. خب بریم به چیز. امیدوارم که جای خوب منو اسپام بکنه. یه بتل تاورم بغلم باشه خیلی خوب میشه. آره و اینکه بازم میگم این آرل کرافت هاردکوره و آره دیگه. خب بریم به آرل کرافت ببینیم که چه اتفاق میفته. هانتر کامینز و بله. خب آره دیگه آقا جان چیه؟ اوکی سوسم میگه که چیکار کنیم؟ what the fuck؟ این چیه؟ سوسم خب واقعا نمیدونم این چیه. اگه شما میدونید بگید. این که چرا اینونتوری بچه یه مشکلی پیش اومده بود. خب یه سری اتفاقات هم افتاد. خب آقا الان ما به این نیاز داریم طبیعتاً و ببینم سکین خودم. خب میزنیم بریم یه سری وسایل میداره. این خود آرل کرافت نیست. خب وسایلمون اوکی میکنیم و این که بریم یه بتل تاوری چیزی پیدا بکنیم دیگه. و این که بگم که من الان چوب میکنم نمیتونم تبدیلش کنم میشه این. باید با یه دونه وسیله به دست بیارم که چیزی دیگه. الان که ما اینا رو داریم نیاز نیست که از روی زمین مثلا سنگ برداریم. ما فقط یه دونه چیز میخوایم، استیک و این که آره. خب اینجا مثل هست، اینجا هم هست. ما رازیم و این که استیک تا میتونید بردارید توی آرل کرافت. اگرم مود آرل کرافت رو میخواین خب فکر کنم سرجم چیزم هست. با اینم خیلی از آیتما هستش. ببینید خیلی از آیتما اینجا هستش که آره دیگه. خب آقا ببینیم که آرل کرافت ما چی دارد. ببینم یه دونه بتل تاور اگه به من بده و من پیدا کنمش. وای بازی لک شد. لگم داره این بازی اگه تو سگ چرا این نمیمیره خدا. پوست کلفتی بود. اوکی خب من نیاز به کرافتینگ تیبل دارم و آره خلاصه این که به اینو بتل تاور پوکیده و نابود شده. ما همینو میخواستیم و اسپانراشو اول نمیزنیم. اول ببینم اینجا چیز داره. نداره. آهن و اینجا چیز میزه داره ولی ما باید لیول اپ کنیم دیگه مثل خود آرل کرافت. ببینید کمپت که اینه توی آرل کرافت یعنی اتک، دیفنس یعنی که دیفنسی تو آرل کرافت هم هست. ماینینگ که ماینینگ اندر ماجیکه توی آرل کرافت
و اینو ببینین هوست نمیدونم چی هوسباندری این برای تبره. خب وایتالتی هم داره. خب ببینم که بالا هیچ اتفاقی میفته. یعنی خب من چی رو برم بالا؟ خب اول بازی داریم خوب پیش میریم. ساسن خب اینجا هم پلنکت نیست. آها اون خوبه. اونم بدی نیست. هو و بیل. خوب بیل و هو. خب من اسپانرها رو بزنم. اینکه من اسپانرها رو که زدم برم روی دیفنس دیگه. دیفنس کار کنم. آره اسپانرها بایشو. اون طرف اسپانر داره. اصلا داره. حالا خب آقا دیفنس دیگه نمیشه. نه هیچ اتفاقی نمیفته. ایشو پلنک هم بدی من راضی هم. رو داره من پلنک بدی. از اونجایی که هاردکوره و من نمیتونم مثلا بکشم خودمو که جای دیگه در بیام، خیلی کارو برای من سخت تر کرده. نکشه داره گشنم میشه. لوتای این بازی هم رندومه. یعنی شاید رندوم به شما دایموند بده، شاید رندوم مثلا به شما آهن بده. مثلا اونجا خطرناکه پس نمیری. اینجا پیلیجر و ویندیکیتور و اینجا داستان مثلا. اینجا هم که باسه. خب من کجا برم الان؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم کجا برم. اون خوبه. اون خونه فکر کنم توش کرافتینگ تیبل هست. اوکی خب یه دونه انویل. اوکی اینجا خیلی جای نه اوکی بس بریم بالا ببینیم که کرافتینگ تیبل. بله اسپانر اسپانرم نداره که من اینجاها رو لوت کنم. یک زامبی اینجاست. میتونم خوردم پست. این کرافتینگ تیبل رو به من بده. خب الان نه مرد. ترسیدم زامبی. خب و اینکه آره دیگه، و اینکه با غذا خوردنم تو این بازی ریجن نمیشیم. تو این بازی عزیز با غذا خوردن ریجن نمیشیم. و اینکه آره دیگه آره خلاصه. خب آقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. توی پارت بعدی کلی کار انجام میدیم. میریم بتل تاور لوت میکنیم. اگه بتل تاور پیدا بشه میریم بتل تاور لوت میکنیم. و من یه دونه خونه اینجا دیدم.
اون خونه ها رو یه خورده بتونم خونه اصلی خودم بکنم، این خونه اصلی که نمی کنمش. خب ولی چیز میشه دیگه، باید انجامشم بدم. خب این طرفی اون خونه ها بود دیگه. خب آقا دمت. آها من میرم تو اون خونه ها سری کاره دیگه هم میکنم. یعنی چه؟ آره لایک ساب کامنت فراموشتون نشه تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.